خبر ترسناک این بود که لیندا کیانی و فریبا نادری سیمرغ گرفتن در نبود بسیاری از بزرگان و تحریم کنندگان سینمای ایران. میگن وقتی شیرها رو توی قفس بذاری 2 گربه بندازی به جونشون بهشون فیف میکنن از دور و حتی میتونن بهشون چنگ بزنن و اونا از خودشون دفاع نکنن. علی اوجی به عنوان یک کاسب سینما میگه پولهای جوکر رو بردم توی فیلم فرهنگی خرج کردم. چقدر خرج کردی که تونستی این برد رو برای فیلم خودت بیاری؟ میگن همسر لیندا کیانی آقازاده است. چقدر تأثیر داشته خانم کیانی آقازاده بودن همسرتون که شمایی که تا الان کارهای بسیار ضعیفی انجام دادی موفق میشی جایزه فجر بگیری. میشه یک مثال نقص هم آورد که رضا ناجی خرس برلین رو گرفته، اما رضا ناجی در همون رضا ناجی بودن خودش موند. جایزه خیلی مشکوکن. وقتی که پول جوکر برای ساخت فیلم میاد وسط، پولها و رابطه ها و معاملات دیگری هم میتونه شکل بگیره. من به داوران جشنواره شک دارم. آقای علی اوجی جشنواره شده، جشنواره اوجی. من نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم مثل شما وقتی که به بازیگرت میگی این نقش سیمرغ داره. علم غیب داری؟ آقای اوجی با یه چیزت خیلی حال میکنم، البته حال به همزنه، این که هم از توپ رو میخوری هم از آخر. واسه بودن با منابع قدرت و ثروت خیلی حال میده. نه بخورونش جونت، مردم که باید کاری ندارن. فتا